این فکت رو اگه ندونی اصلا نمیتونی ادعا کنی طرفدار رئال مادریدی. میدونستی رئال مادرید یک بار از لباس مشکی استفاده کرد که باعث باختش شد. در دهه 1920 برای اولین بار رئال با لباس مشکی وارد زمین شد. نتیجه شکست سنگین. بعد از اون باشگاه تصمیم گرفت که هرگز لباس کامل مشکی نپوشه مگر در شرایط خاص. میدونستی در سال 1983 یک گاو به زمین تمرین رئال حمله کرده؟ در تمرینات پیش‌فصل در یکی از مناطق روستایی اسپانیا یک گاو از مزرعه نزدیک فرار کرد و وارد زمین شد. میدونستی راول گونسالس رکورد بی‌نظیری داره هیچ وقت اخراج نشد. با وجود بیش از 1000 بازی در سطح حرفه‌ای، راول حتی یک کارت قرمز هم نگرفت. اسطوره‌ای با شخصیت واقعی. میدونستی کریستیانو رونالدو رکوردی عجیب داره، بیشتر از تعداد بازی‌ها گل زده. رئال مادرید تنها تیمی که سگانه نداشته ولی پر افتخارترینه. با اینکه بارسا و چند تیم دیگه سگانه لیگ برتر، جام داخلی و لیگ قهرمانان رو بردن، رئال هرگز در یک فصل سگانه نداشته، اما در مجموع پر افتخارترین تیم اروپا است.